برادر شوکتی محمد. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. مبارک باشد برادر عزیز بازگشتتان به این شبکه های اجتماعی و باز برنامه های نو. مبارک باشد. تشکر زیاد. خیلی شاد شدیم برادر شوکت که اومدین در برنامه ما بگیم که اشتراک دارین. این باور بکنه که من قوت روغن میگیرم، یکمش دیمش که ما در چشم دشمن باور کنه خاک میشپیم. به خدا این کاری است که وقتی که یک مخالف در برنامه یک مخالفی دیگه اومده صحبت میکنن، اینو پراست میویان موها را گنده میکنن، نمیدونم یا که یگان چیز میگن، اینو فکر میکنن که اینو رنگ همی سگ پیشک ایم یا که نمیدونم به مثل یگان همی خیلی که تومی جری ایم به مثل اینو را که مثال همی خیلی فکر میکنن. نه که در اصل ما قطعی برادر که شوکت چند بار با خوردگیم، مثال ما ای پیش شناسیم، یگان مشکلی نیست، پراست وقتای انسان ها مناسب نیستن که مردم برای فکر نظرهاشون بگن. اگر نه بگیم که اولی انشالله روز ساعتش میوه برادر کبیری هم میوه صحبت میکنه، یگان مشکلی نیست. پراست سوال ها زیاد میشوند در باره مثال محیدین کبیری و که در باره چند انسان ها من سوال ها راستش نوشته موندگیم، فرصت نمیشوه که یک بار ما قطعی همین برادر محیدین کبیری یک صحبت بکنیم، همون سوال ها را بتیم. من میخواستم که در افیر نه، من میخواستم که یک پشتی پرده صحبت بکنیم، متاسفانه هیچ نه که خدا برسونم. انشالله که امیدوارم که خداوند اون روز به ما نصیب میکنه. چند سوال های است که میخوام که فتنه ها ای بین بروند، پراست در سری مردم میان چرخ نفرها را ما اینجا میبروین صحبت بکنن، هر چی میگن. من میخوام سوال ها را مثلا برادر کبیری بفهمم، بعد چه بگم، بعد دیگه بگم که خلاصه میبرده آدم. وقتی که یک آدم مثال شما را گنده میگه تا من شما را ندانم قطعی شما صحبت نکنم، چه من بگم که اکی شوکت گنده است. همین خیلی است. مثال آدم باید یک طرفه انالیز نکنه، باید دو سه طرف انالیز که بعد خلاصه ببره. و همین خاطر چند سوال های است که من میخواستم که در این فیر در گفته شود، نکی پشتی پرده انشالله یگان محل وا بخوریم به او برادر انشالله که وای میکنیم صحبت میکنیم. موضوع ما برادر عزیز درباره همین مهاجران است، بعد درباره همین تاکسیست ها که مثال ما در اروپا زندگی میکنیم، میدونیم که مثال یگان شرکتی باشه که مثال کارگرش بگیم یگان مشکلی میاد تا جای کار پیدا کردنش، حکومت ها اینجا بگیم که معاشونه پرداخت میکنن. حکومت ما چی به نمیتونسته باشه همین کارا بکنه؟ رحمانوف یکی از میلیاردرترین، یکی فرزنداش هم بگیم که قشاق نیستن، پول دارن. همین شرکت ها با همینا ربط دارن. این شرکت ها ایگان آدمی که قدی کوچه آمدگی نیست، اینا چرز یک چرز دو بگیم که به همین اویله ربط دارن. سبب در چی باشد که اینا یک درست بگیم که هم یک کار نمیکنن رنگ حکومت های اروپایی. صدای من هست نه؟ بله برادر عزیز بفرمایید. برادر عزیز گرامی، اگر ما پیش از همه اگر خوشگمانی کنیم به این قضیه ها، چون که پیش از همه یک مسئله که به میان میبیاید در یک کشور، یک حکومتی خودش رو احترام میکردگی پشت پیشش رو یک بار مینگرد، از او بدنام میشود، از او کاری که تصمیم میگیرد بدنام میشود یا کار پیش میرود، همه برد و باخت و پیامدهای مثبت و منفیش رو به این نوبت میگیرد، بعد به آن دست میزند. من امیدوارم که حکومت جمهوری تاجیکستان در همین تصمیمش در چیدن رقم‌های دولتی تاکسی ها یگان تصمیم خوب دارد، چون که حالا ما در همین سیاست حتی در همین مهاجرت دیدیم که بسیار تصمیم ها واکنش های منفی به میان میبیارند، لیکن تو باید صبر کنی و برداشت کنی و پشت سر کنی تا اینکه
بعضی از تصمیم‌های درست را پیاده سازیده. اگر ما خوشگمانی کنیم نسبت حکومت جمهوری تاجیکستان که تاکسی ها رو رقم‌هایش رو چینده است، هرچند این رسانه‌ای می شود داد و فیغان تاکسیست ها می براید، مثلا گریم مردم قرضدار است، افگار است، از بانک ها قرضدار است، اینها همش رسانه‌ای می شود و به حکومت بدنامی می بیارد. لیکن اگر حکومت این رو سنجیده دیده باشد که از پی این یک بهبودی به میان می بیارد، اونقدر کاری بدم نیست. لیکن ما امروزها دیده ایستادیم، با چشم سر دیده ایستادیم که حکومت جمهوری تاجیکستان رژیم با تمام وجود هستیش کوشش میکند که مردم رو نادیده بگیرد، مردم رو هیچ چیز بشمارد، هیچ کس بشمارد، غلامان در خودش بشمارد و با این جسارت آمده رسیدگی است که یعنی به خودش جسارت بدهد که هر کاری که از دستش میبیاید بکند، گور سوزد دیگ جوشد، مردم قرضدار میشود، افگار میشود، از بانک قرضدار میشود، بی خانه و بی در میشود، فرق ندارد، فقط همین یک اویله بخورد بگردد تمام. این رو چندین مرتبه حکومت جمهوری تاجیکستان خودش ثابت کرده است، نشان داده است و گفتن گرد و اطراف رژیم، گرد و اطراف اولاد که نامرد باشم، زنده باشم و اینها کوشش میکنن که نامرد باشن، زنده باشن، تمام نامرد باشن، بخورن بگردن. اگر چنین است باید مردم تاجیکستان هرچی زودتر و هرچی بیشتر به سیاست دست بزنند. دوری از سیاست انسان غلام سیاست میکند. دوری از سیاست یعنی پنهان شدن از سیاست انسان به تجاوز سیاسی روبرو میکند. انسان وقتی که از سیاست میگریزد یا از سیاست پنهان میشود، پیامدش این است که یا تجاوز سیاسی میشود یا غلام سیاسی میشود. بله غلام سیاسی که میشود، لیکن این غلام اساسا مثلا گریم اگر قانون شریعت رو نگرید، غلام نکاح ندارد یا که کنیز نکاح ندارد، هرگاه خوجهش مثلا گرفت خواست از او استفاده میکنه. و این مردم امروز تاجیکستان برای یک رژیم، برای رژیم امام الرحمن مثل یک غلام شده است و هرگاه خواست تجاوز میکند، هرگاه خواست همچون غلام استفاده میکند و این مردم دادش رو بعد بکی میگوید. گفتی مقال تاجیک ها که اگر قاضی آچه‌ات را فلان کند دادت رو بکی میبری. مردم تاجیک عین حال در همین حال قرار دارد. آچه‌اش رو نه، خودش رو هم رژیم تجاوز میکند، رژیم تجاوز دارد. حالا حاضر مثلا گریم من ژورنالیستی رادیوی آزادی تقریبا چند قدر گفت 7777 گفت، چند قدر گفت تاکسی های جمهوری را. بله از همین مثلا گریم آواز چند نفرش رو شنیدید؟ 2 نفر یا 3 نفر. بله حالا که مثلا گریم شاید 1000 نفر تاکسیست حاضر رژیم تجاوز کرده است. بله از 1000 نفر تجاوز شدگی یک 2-3 نفر مردکش برآمده گپ زد، دیگه همش خاموش. این 1000 نفر تجاوز شدگی فقط به 2 ضرب زده می شود، به 3 ضرب زده می شود و آهسته آهسته تجاوز شدن میگیرند. تجاوز شدن فقط همون در بالای خودتون یک کس رو دیدن نیست. بله بعد متاسفانه درباره تجاوز کنته روشنی بدوزه که با شما خوبتر میفهمونه این مردم باور کنه اینا فکر میکنن که همین فقط بگیم که تجاوز هم یک چیز اساسی اینا میدونن. برادری عزیز درباره فشار میارن درباره این تجاوز چند پهلو داره. پروس شما
نمیدونم این مردم ما رنگ همون رحمانوف وره یا که هم کلمه وی استفاده میبرن وی در چند جا استفاده میبرن. همین من نفهمیدم که شوکت که همین رحمانوف همین گنرالا را خیزاروندگی بود در یک پارلمان بود یا که در کدام مجلسه، گفت من شما را وی کردگی بدم، مقصد چیکار شو کرده باشم؟ باور کمی که من نفهم چیه فهماندگیشو باشه یا تجاوز که دوستان، تجاوز چیست؟ تجاوز چیزی است که یعنی حدود تو عبور می شود. مثلا گریم تو در داخل خونه نشسته ای، یک نفر می تختوق تو در زن و بچه گچت نشسته است، مثلا گریم شاید سرشون لوچ است، شاید سری لباسشون مثلا گریم موافق با قبول مهمون نیست، مثلا گریم اهلی ایال خونه داند، مثلا گریم عادی ترینش یک نفر به تختوق میزند در تو رو در اومده میبیاد سری دستورخانه اومده بشیند، این چوی پیرز میگوید. مثلا گریم همین حدودی تو تجاوز شد، به رضایت تو، به آگاه شدن تو، به بدون آگاهی یعنی تو تجاوز میشوی، یعنی اطراف تو تجاوز میشود. مثلا گریم میگم که فلانی ها مثلا گریم سرحد رو تجاوز کردن یا که قاچاق عبور کردن. یعنی تجاوز سرحد چی است؟ چندین نفر میبیایند بدون اجازه، بدون رسمیات سرحد را عبور میکنن. یعنی تجاوز سرحد است. من قرقیزستان مثال گریم سالهای پیشین چندین مراتب سرحد تاجیکستان رو تجاوز کرده بود و باقیبش برده پرت افته بودن. و همین است. مثلا گریم شما تاکسیستید، از روی قانون رفتار کرده ایستادید، از روی قانون کار کرده ایستادید، از روی قانون از بانک پول گرفته، قرض گرفته، زندگیتون رو جنبونده ایستادید، انداز رو سپریده ایستادید، از انداز قرضدار نیستید. مثلا گریم پول بانک رو سپریده ایستادید، مثلا گریم فرض کردیم و در راه به قانون شکنی راه ندادید. یگان دولت، یگان حکومت حق ندارد که شما را از این پیشروی باز دارد، مگرم که آگاهانیده شدگی باشید پیشتر، مگرم که درتون پیشتر تق شدگی باشد، یگان رسمیات به شما فرستاده شدگی باشد، مهر داشتگی باشد، امضا داشتگی باشد، شخصی که شما را آگاهانید شخص معین باشد که شما توانید به او دادتان رو بگویید. اگر چنین ها نشده است اوی تاکسیستو شما تجاوز شدگی هستید، مثل یک زنک تجاوز شده شما تجاوز شدگی هستید. پس همین خاموشیتون به حکومت، به دولت جسارت میدهد که باز بیشتر تجاوز شوید. حالا خودتون تجاوز شده ایستادید، بخیر حالا این انیقتر کرده گوییم بخیرش این است که حالا دردتون دوچند نشده است، درد تجاوز شویتون، چون که این درد رو فقط در تن خودتون حس میکنید، لیکن دونید که شما به اهل عیال و اولادتون تجاوز شدگی هستید. چرا؟ برای اینکه برده نان میخوردگی، نان دهانی فرزندانتون رو اینو کندگی هستند. همون روز تاکسیستی نکردید شما، همون روز درآمد نیست، در خانه دسترخوان پر نیست، اهل عیالتون رو تجاوز کردگی هستند. شما حقتون رو باید طلب کنید، از روی قانون طلب کنید، رسما طلب کنید، به پروکراتور ادوکات گیرید. خیر در تاجیکستان اینستیتوت ادوکاتور مردگی است، در تاجیکستان اینستیتوت ادوکات نیست. ادوکات ها همه پاسردیک شدگی هستند، پاسردیکی بین حکومت و بین سود و بین متهم. لیکن به هر حال باز مراجعت کنید، برایت گپ زنید، خودتون آشکارا گفتن نمیتونید، انا همین بس بدکزتش کتی، یعنی به دلیل برهانش کتی ویدیو کنید به ما فرستونید، به الماس فرستونید، من به برادر عبدالخلیل وصیف ویدیو فرستونید، به یگان کس کانفیدنسیال نه، به یگان کس یگان جا نشر نمیشود. ما به سازمان های بین المللی، به سودهای بین المللی انشالله پیشنهاد میکنیم و حجت ها رو مستحکم تر بکنیم، حجت هایی که به سازمان های بین المللی پیشنهاد میشد و حتما دائره یعنی تجاوزی مردم از جانب رژیم رو تنگتر کرده رفتن میگیره، اینها جسارتشون کمتر شدن میگیره. ما برای این
باید کوشش کنیم غیرت کنیم. سلامت باشید برادر عزیز. اگر یگان سوال باشد یا یگان چیز باشد تشکر حتما زیاد مبارک است. برادر عزیز. نما خیلی شادم باور که یگان سوالت ندارم که شوکت همه خوبه. خرسندیم که در برنامه ما اشتراک کرده. تشکری میکنیم. زنده باشید برادرها. دوستان برنامه برادر عبدالخلیق رو پشتیبانی کنید. ما هم پشتیبانش هستیم تا اون وقتی که در سیاست درست هست، اخلاق سیاسی رو درست استفاده میکند و از اخلاق سیاسی بیرون نمی شود، پایش رو بیرون نمی نهد، تا همون وقت ما مخلصشون هستیم، جانبدارشون هستیم، دربرشون هستیم، هر خدمتی هستیم. زنده باشید. تشکر زیاد. واقعا هم درست گفتی برادر عزیز. اگر خطا کردم اصلاحم کنی، اگر اصلاح نشدم ترکم کنی. زنده باشید. تشکر سلام. زیاد. سلام.